درود میگم عزیزان و چون تو برنامه خبری شورش 2 ساعت دیگر داریم میخواستم که تا اون وقت در یک موضوع دیگر صحبت کنیم دقیقش در باره موضوع کووید 19 در تاجیکستان. طبق امور اخیری وزارت تندرستی تاجیکستان در 24 ساعت گذشته باز 91 مورد نو گرفتاری به بیماری کووید 19 در سرتاسر تاجیکستان ثبت شده است و یک نفر دیگر فوتیده است. با همین شماره فوتیدگان 48 نفر حساب شده است. شماره عمومی گرفتاران تا 3 ایون 4191 نفر گفته می شود. مقامات رسمی تاجیکستان میگن که تا این زمان بیش از 50% گرفتاران به بیماری کووید 19 الکی شفا یافتند. مقامات اصرار می‌ورزند که وضعیت زیر نظارت است، ولی یک خبر دیگر دیروز به دست ما رسید که در بیمارخانه روحی ولایت سوخت نزدیک 50 نفر بیماران آنجا گرفتاری کرونا ویروس شدند. طور ما می‌دانیم بیماران روحی خود یک افراد عاجز هستند و باز در زمین این گرفتار شدن به بیماری کرونا ویروس واقعا هم تشویش آور است و من حالا از همکارم عبدالله شروف که این موضوع رو پیگیری داشت میپرسم که آیا شما این خبر رو از کجا یافتید؟ چون ما میدونیم داخل شدن به این مؤسسه ممکن نیست و این یک مؤسسه پوشیده است. بله شاهلا واقعا درست گفتید، این مؤسسه پوشیده است، اما کار افتادگان اونهایی که نزدیکانشان در اینجا تبابت میگیرد و یا باید تبابت بگیرند با رادیو آزادی در تماس شدند و آنها گفتند که طور دکترانی این مؤسسه روانپزشکی در ولایت سوخت به آنها گفتند در صحبت‌های تلفنی آنها دیگر مشتریان را قبول نمی‌کنند بیماران را، چون که آنهایی که در آنجا قرار داشتند بیماران روانی گرفتار کرونا ویروس شدند. بنابراین حالا این مؤسسه در کرانتین است، یعنی پورا بسته است رو به آن، چون که بیماری کرونا ویروس سرایت یافته است و طور دکتران عادی آنجا اعتراف کردند در صحبت با کار افتادگان این مؤسسه تا این زمان حدود 50 نفر گرفتار شدن 50 نفر با بیماری کووید 19 الکی ثابت شده است. تشخیص ها این را ثابت کردند.